السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، در کجا کتاب قرآن به پول برای همه ملت هست. کتاب قرآن، کتابای نمیدونم برای مسلمانی و دیگر کتاب ها، کتابای لازمه به پول در همین خانه خدا تقسیم میکنن. ما جاش آزی به شما نشان میدم. دوستان عزیز، من همین دو بار این میام، هر دو بارش راستی گپ بود. دو تا کتاب قرآن تاجیکی گرفتم. این دفعه یک نمود کتابچه دادن که تا راستی گپ نخوندمش. همین کتابی مسلمانی برای مقصد در کاری ایده برای دین مبین اسلام چه پیدا شدگی برای همین من دوستان عزیز، اینا ای برآمدگاه مسجد دویم ایتاژ میشه، سوم ایتاژ. اینجا سوم ایتاژ، دویم ایتاژ صفا مرمر، یکم ایتاژش مثلا خانه خدا. نه دویم ایتاژ میبرویم، اینا خیلی میایم راستی گپ انا. اینا ساعت دیدیم برادران، نومی ساعت. اینجا نه سه مقصد حجت خونه، کتابت خونه سه. باز من یک تا به شما نشون میدم که ای کجا کتاب قرآن به پول هم زبان تاجیک هم زبان عربی بگیرید. اینا دوستان عزیز، مسجد که برو اومده. اوه اینا تاگی ساعت میایم تاگی ساعت اینا. اوه اینا اینجا خاطی میایم. نه شما دا میبرم. من راستی گپ اومدم یک کتابچه دادن من. طرز اصول مسلمانی نوشته بدم، خیلی نوشته بود راستی گپ نخوندمش، ولی من خواستم که به شما هم نشون بدم اینجا را بیاین کتاب قرآن بگیرین. باز یک جای میریم اگر کتاب قرآن باشه، اینا هم طرف بالا اینا هم خیلی میایم. اینا آمدیم. اینا خونه خدا. اینا برادرها اینا خیلی میایم. اینجا میبرویم. خب اینجا دا میبرویم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا دا میبرویم. اینجا دا که برو آمده. خب چی میشد؟ داری گلاونی موبایل نیو، موبایل داری کلان خشو داره اونجا نیو. مقصد نیدایی بلوگیش خطی. نما تورات خونه سه خطی. میویم. خب اومدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. انا میجدا این برادرای ایستادگی هم. انا میجدا کتابا رو داده استنی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تاجیکستان. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا السلام علیکم. تاجیکستان. شما کجا؟ افغانستان. همزبان. از کابل؟ کابل. پنشیر کابل. پروان. تاجیک هستی؟ افغان. پشتون. سلام باشه. سلامت باشه. تاجیکستان از شهر دوشنبه. پایتخت دوشنبه این حال زندگی میکنم. خودم زاده ولایت ختلان. اینا برادران این خیلی کتابچه وزیرش هست. با روز میشه که کتاب قرآن میتن. روز میشه که خواب باور کنید خونه. این بچه که یاش ما اصول گرفته بودم. این بچه که یاش دو بار کتاب قرآن گرفته بودم. قرآن تاجیکی نیست. قرآن تاجیکی. ها؟ اسلام هاوس تاجیکستان. قرآن، حدیث، بخاری، مسلم. بله. انا برادرو. اینا برادرو. اینا هدیه گفته سیدی. هدیه. دیدن در کجا که اینا پای ما چکارو میفروی. اینا میجا میای. اینا زورا میکنن که هدیه بگی. زورا میکنن که هدیه بگی. اینا دیدن برادر. اینا دیدن هم ماده هدیه هم که میتونه. اینا سلام علیکم. اینا دیدن
پشت اینه سیده اینه داری گلاونی آمی ساعت داری گلاونیش میاد بالا ترکیش قطع میایی این همجا میایی اینا برادران دیده اینا پناهگاهی مسلمان من کتاب گرفتم راستی که کتاب قرآن تاجیکیش هم هست کتاب قرآن هر روز هر خیلی تقسیم میکنم هر روز هر خیلی روز کتاب قرآن ندارم راستی که بینم دویم بار همین را گرفتم دو سال یکنیم 2 سال پیش آمدم 2 بار کتاب قرآن تاجیکیش گرفته گیرم اینا برادران اینجا میاییم السلام عليكم. اینجا برادران فرنسي فرانسه تقسیم میکنم همه ملت تقسیم میکنم شما هم بیاین برادران کتاب بگیرین بخونین اگر سبقدار شما باشین خیلی خرسان باشین وقتی سربلند خانواده باشین خدا نگاه